سلام عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش باشید. در ادامه ویدیویی که راجع به دندانپزشکی رایگان توی کانادا براتون درست کردم، میخواستم یه ویدیو فالوآپ براتون درست کنم، چون دیدم یه سری سوالا هی داره توی کامنت ها تکرار میشه. گفتم یه ویدیوی درست کنم، یه خلاصه از برنامه رو بهتون بگم و یه سری نکات رو دوباره اینجا براتون باز بکنم. اولا که راجع به اقدام کردنش، تو همون ویدیویی که طولانی تر هست براتون گذاشتم، لینک رو توی کامنت ها براتون گذاشتم، لینکی که میتونید کاپی پیست کنید توی براوزر کامپیوترتون، شما رو مستقیم میبره به صفحه‌ای که باید اپلای بکنید. یا اینکه میتونید اصلا بزنید canada.ca و وقتی شما رو صفحه باز شد توی سرچش بزنید dental care plan که شما رو میبره دوباره به اون صفحه‌ای که میتونید اپلای بکنید. اینکه اگر میخواید با تلفن اقدام بکنید و از دولت نامه گرفتید که الیجیبل هستید، میتونید با همین شماره تلفنی که اونجا هم گذاشته بودم تماس بگیرید. خیلی ساده هست، یه سری سوالای تا یس و نو داره، یه سری اطلاعات ازتون میخواد که اسم فامیل، آدرس و سیم نامبر و اینها هست و خیلی راحت میتونید اپلیکیشنتون رو با تلفن سابمیت بکنید. شما به هیچ عنوان نباید هیچ بیمه دیگه برای دندون پزشکی داشته باشید، مگر اینکه اون بیمه‌ای که خود دولت برای یه سری افراد کم درآمد تعیین کرده. به جز اون اگر هر بیمه دیگه ای دارید، از سر کارتون، از دانشگاه یا هر جای دیگه ای، این برنامه شامل حال شما نخواهد شد. اگر میخواید اون بیمه‌تون رو کنسل کنید که این رو اقدام بکنید، این رو اول مطمئن بشید که این کار اوکی هست. پارسال وقتی این برنامه شروع شد، من یه جایی دیدم که نوشته بود که این کار مجاز نیستید که این کار رو بکنید، ولی مطمئن نیستم. امسال هیچ صحبتی راجبش نشده، میتونید زنگ بزنید بپرسید یا اینکه تحقیقات بکنید مطمئن بشید و از طرف دیگه هم مطمئن بشید که این پلنی که میخواین اقدام کنید که از طریق دولت هست، شرایطش بهتر از اون بیمه‌ای هست که دارید. چون که این پلنی که از طرف دولت هست یه سری نکات ریز داره که شما ممکنه بیمه خودتون رو کنسل کنید، بیایید این بیمه رو بگیرید، بعدم ببینید کلی یکی دردسر داره. به خاطر اینکه این بیمه درسته که توش میگه مثلا اگر درآمدتون زیر 70,000 تا باشه مجانی هست براتون همه چی، ولی اولا که خیلی از چیزها رو ممکنه شامل نشه و اگر هم بشه باز اینطوری نیست که شما واقعا هیچی ندید از جیبتون. این وسط شما انتظار رو اینو داشته باشید که ممکنه یه مقدار زیادی هنوز از جیب خودتون بدید، به خاطر اینکه اولا ممکنه بعضی چیزها شامل نشه. اگر هم شامل بشه تفاوت قیمت ممکنه وجود داشته باشه بین اونی که دولت پرداخت میکنه و قبول داره که این باید هزینه این کار باشه با اونی که دندونپزشک فکر میکنه که باید هزینه این کار باشه. تفاوت این قیمت رو دوباره شما باید پی بکنید. بعد مثلا فرض کن من مادرم به دندون مصنوعی نیاز داشت، بالا و پایین جفتش رو باید براش درست میکردن و این دندون مصنوعی یا دنچر جز لیست کارهایی که باید توی این برنامه باشه هست، ولی تقریبا دندون پزشک تقریبا $25,000 قیمت داد و از این $25,000 میتونم بگم یه مقدار خیلی خیلی زیادش رو خودمون پرداخت کردیم و چیزی که فقط دولت پرداخت کرد اون وسط مثلا یه $900، یه $100، $300، یه چیزای خیلی کوچیکی این وسط بود که دولت پرداخت کرد. در ضمن برای کارهای خیلی اساسی تر مثل همین دنچر یا ایمپلنت، اینجور چیزها، دندون پزشکا باید اول اپرووال بفرستن برای دولت، ببینن که این پولی که قیمتی که دندون پزشک قراره چارج بکنه اون رو اصلا دولت کاور میکنه، قبول میکنه یا نه. که پدر من خودش الان منتظره برای 2 تا دندونی که باید بذاره، تقریبا چند ماه هست که منتظر دندون پزشک فرم فرستاده برای دولت برای اپرووال و هنوزم جواب نیامده. و به هر حال میگم که باید حواستون باشه، اگر بیمه دارید نرید همینجوری کنسل بکنید، اول تحقیق بکنید ببینید واقعا به نفعتون خواهد بود که این کارو بکنید یا نه.
در ضمن وقتی اپلای کردید برای این پروگرام حتما صبر کنید تا نامه براتون بیاد. از سان لایف براتون نامه میاد میگه که خب پروندهتون بررسی شده، شما الیجیبل هستید و یه کارت براتون میفرسته که کارت بیمتون هست که وقتی برید دندون پزشکی اون کارت رو باید با خودتون داشته باشید. اگر کارتون کار ساده‌ای باشه مثل تمیز کردن یا مثلا دندون کشیدن، ممکنه همونجا اصلا شما هیچی هم پرداخت نکنید، یا اگر قرار پرداخت هم بکنید اون دندون پزشک نامه رو میفرسته برای دولت و از دولت اون تفاوتش رو بگیره. میگم بستگی باز داره به کارتون و اینکه چقدرش کاور خواهد شد، ولی به هر حال وقتی میرید حتما باید این کارت دستتون باشه. قبل از اینکه کارتتون رو داشته باشید نرید شروع بکنید به انجام دادن کارهای دندون پزشکیتون، چون که دولت اینجوری نیست که برگرده به عقب برای پرداختن هزینه ها. از اون تاریخی شما رو کاور خواهد کرد که کارت دستتون هست و کارت میگه، روی کارت میگه که تاریخش از کی شروع میشه و از اون تاریخ شما رو فقط کاور خواهد کرد. و اینم بدونید که باز همه دندون پزشکا با این برنامه همکاری ندارن. قبل از اینکه برید و کاری رو شروع کنید حتما به دندون پزشک زنگ بزنید و بپرسید ببینید آیا با این پروگرام همکاری دارن یا ندارن، که مطمئن باشید که بعداً مشکلی پیش نیاد. ممنون که ویدیو رو نگاه کردید. لینک ویدیو کاملتر رو هم پایین این ویدیو یا این بالا این میذارم براتون، اینجا میتونید روش کلیک کنید و ویدیو رو پیدا بکنید، ویدیو کاملتر رو اگه خواستید نگاه بکنید. در ضمن شیر و لایک یادتون نره که دوستای بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن. روزتون خوش، تا ویدیو بعدی. خداحافظ.